کدام مریض میگه بسیار از دکتر میترسی، کدام وقت اپندکسام شده دیگه من تو قین و فانکه داره. آخر که دم عملیات برابر شد دکتر گفت عملیات خدا که من دفعه اول بس که عملیات میشم. دکترم گفته هیچ چرت خراب نکو، از مام دسلافم است که تو عملیات میکنم. خدا خیرت پیش بیاره. چه قسمی از خوشو داشته باشید آینده؟ مویایش بچگانه باشه یا یک زن خوب سنگین و سنگین باشه. سنگین باشه. شوهرم سنگین. شوهرم سنگین. دیگه حتما آدم خوب باشه. نه لودره کی میگیره؟ لودره خو نمیگیری. نه خالد یا نمیگه مرا نمیگیری. خب قدش برابر قدت باشه دیگه. نه بلند باشه ما پخش است. چشم در جان ما ندوخته باشه. میبخشی اگر شوخی میکنم ما دو رفت نمیشه. نه اگر دقا وردی چند تا ویدیوی جالب داریم میشه با هم بیدیم؟ بله میشه. ساعت تیر شود حتما. از خورترکی های تصویری جا آوردن. پیش ما چی میکنن؟ پیش ما چی میکنن؟ فقط ما خیال کدام بیکاره کردیم. Here's a switch. Usually it's the baby who wakes the parents up. حالا دست نزنه. خوشو باشه کاکای تا سوای خدا پول میکنه. اواگیری داره. This kid goes from lying to sitting with absolutely zero effort. کلان آدم خدا وشتو کشتو کسای که نزدیک او بچه را در حسون فرش انداخته بود. Destruction. تو حادثه کدام وقت سرت شده؟ حادثه چه وقت؟ در اشپزخانه چیز میگرفتم از بالا زنوری غوریای شیشه ای افتید. خدا طرفم بود که من ساده بودم دمی پیش پایم افتیده بودن. با معذرت. خب سوال از دیگه آزرده نشین. چرس میزنید؟ سوال پرسیدیم کدام من نمیفهم. نخیر نه نمیزنه. میگه چرس حافظه را خراب میکنه. وای شما رو میگم متی که چی دارین؟ امی که آمدین در پشت استودیو هنی افتادین دی کلکتانه اینا تو گرفته بودین بیخی یک دست خدا خیالم که از اینجا پریده چی رقم دست ما چی رقم شد؟ دیدی یادتان رفتم میگم یادم نرفته بود گفتم باش ما پرسان کردم میگم غیر از او گفتم نمیگم. خب چه رقم افتیدی؟ داخل استودیو میشدم اوجا فقط گور واره بود من چیز معلوم نمیشدم که دروازه را باز کردم ای که باز شد می پای که ماندم اوجا چقر بود دا اوجا پایم رفت افتیدن و گر رو یا تو گد خورد گر دا ایجا چی میکنه؟ گر چی؟ تو میگی که اوجا گر بود خدای تو گرفتی که گر بگیری بخوری افتادی. ما میگم دا تاریکی را معلوم نمیشه تو غم گر میخوری. نه گفتی گر بود. میگم گور واره بود. تاریکی بود گور واره. ای بابا من میگم البته گلوله گر افتاده تو میگی گر بود انداختم خدا دستم اوگار شده. نه شما دیگه بردن خوب میفهمیدین. گفتم اونجا تاریک بود کمی پای ماندم پایم رفت افتیدم. به قربانم بری. کار خدا کنه. ایواز شما یک فکایی اجازه است میگم؟ بگویم. میگه یک آدم بسیار جگرخون کم کم او چشمش هم میای دیوالش آمد خیرت از خبر نداری در بدر شد. چرا در بدر شده؟ گفت او مای آینده پدرم مرده یک 4-5 لک روپا میراث رسید مرا 15 روزش تیر شد که کاکای مرد 7-8 لک دیگه از اون رسید.
حالا گفت دهی ما گفت خیلی دمی جگر خونه استی پدرت مرده گفت نه حالا دهی ما هیچ کس نمرد که دم یک چیز میرسی خو 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 چندم شیره داری؟ 6 کلش هم یک مدل است؟ چی گفتین؟ گفتم کلش هم یک مدل است؟ نه گفتم از ما که مقبول هستن خورتر هستن بزرگتر هم خورد و هم بزرگ بله 3 تا کلان هست آروسی کردن 2 تایش آروسی کرده خب یک کلان دیگه مانده دیگه دمریتانه که بند انداخته خب دمری ما بند انداخته دلمش میکنم آروسی چی شده من خواستم به خدا گفتم دمری ما خب بند نکرده هر وقت که دلم شد میکنم آروسی خیلی دیگه معطل چی شد حال دلم نیسته نمیخوایم شما چرا ورخط هستی؟ یک گپ ضروری هستی بدل تو نیست که میخوایی یعنی خیلی بدل کی هست؟ ما آروسی میکنم یا شما؟ تا 50 سالگی را آروسی نمیکنی دیگه بدل تو کس میکنه ولی اگه در زور نگیرید کس آها نداره شما خود نمیگید آروسی خوی نمازی هنوز در 20 سالگی ناوقت میشه آروسی میخواه گفته باشم برای دختر نه تکلیف شما چیز ما آروسی نمیکنم تکلیف شما چیز؟ تکلیف من با تنها خودت نیستی با همه دخترایی که در مجرد است و سنش از 20 میشه تجاوز بکنه با همش من مشکل دارم و تکلیف دارم تکلیف من میازه بدلم پیدا شد آروسی میکنم خوش از پشت ما پلیس میگرده یعنی میگه که فقط کل مردم هم مجرم از پشت ما پلیس میگرده که تو بدلت نفر نمیافی خب نمیشه پیدا دیگر وقت که بدلم پیدا شد آروسی میکنم چه قسم آدم باشه آدرس یا شبت میشه شما وارو باشه خلاص ما واری خدا نکنه شما وارو نباشه شما وارو نباشه اینه تو میگی ما گفتی ما وارو باشه اگه خواستگاری بیایی من میگریزم نزدیک صدا کده بودم کسی نیست که خود بین کار یاد داشته باشه گفتم اگه شما وارو باشه ما بیخی ما حالت بچهش تن غافل این خود چیشمه در خود دوخته بوده خودم دنیا یا چاق است یا لاغر لاغرش مستم چاقش تو نه I love you too نه چاقه کار دارم نه لاغره متوسط باشه نه تو هستی نه او هست خنجر بیا یک دفعه اینجا سر استیج بیا این رقم سعیس باش بیا لالا بیا این رقم چطور بیا اینجا بیشی اینه اینجا دبالکن بیشی بالاش بیا تو بالاش خواست سعید تادش نمیره زبانش هم سلام بته اول سلام سلام باشی تشکر اینا تو خوش کن من رقم نفر برات میارم خودت آماده هستی با بانو عروسی کنی؟ رضایت خودش باشه ما آماده هستیم چرا نه شما بر فعلا فکر کنم تو آماده نیستین اگه ما به شما بادم تصمیم شما خود مثل خود واره یا چاق یا لاغر یا پخش یا بلند پیدا میکنه نه تصمیم بدل ما خود گفتم که نمیجه رقم نفر برات میارم یک چند تای دیگر هم استاد که ما خوش کنم دیگر نفر حنیف خان استاد بیا دیگه خط چی نکن حالا تیز شو خب بیا که بچه گارد بیارش کش خیلی نشد که کارش ختم کنیم بله از همیشان که شما خوب هستین نسبت
چیز از خو همسند تو هست با کاری تو میزه الله با ممسد اینا پدرم باره نشه نه همیالم جوان هستک بس نه پدرم هست ما چطور؟ نه صحیح سو بنر پیشه ما هستک ما شکر افتخار شدم میکنیم سرش خویی تو هستک نصیب و رای قسمت کسی که تقدیر جنگ ازل بخوره نصیب جور میه خیلی شما وقت دیدین که ایده هر نصیب چی هم زور بزنیم که تا که تقدیر و نصیب جور نبیه همی که قلمزن خودت در پای از این نوشته کده باشه دیگه هیچ بچ نمیشه مقصدت همه تر همه تراز بله آن بارو خدا حافظت تشکر بارو مذهبت صدقه ای خواستگار خوره لوده اینه دیدی خواستگار چطور همه تو شین شیشتگی بوده با خدا دیدم دلم ازم خواستگار سیاه شد ازم آرسی سیاه شد کل دلت یا نصف دلت ای خود کلش. نصف نفر بود کلیش دلم سیاه شد خیمه که دختر می بودم میوزد کلگی نمیره میگرفت چرا شویم از شاور که آدم میگیره زیر دست سر دست باز کرده دو آدم جور نمیه این زیر دست بود منډای بچیم بدوی تو کو منډای بچیم تو منډای بچیم تو کو اینمی تمام روز پشت سودا و لبسیرین اینم ترا اینم تو برات راستم نیست